توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جانم فرق کن، دوست پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. زینتی باغ از گلی خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. دوست آید گرد در آغوش گیر، رسم خوبی تاجکان را گم مکن. خلق عالم دوست با ما گشته است، وحدتی خلق جهان را گم مکن. خلق عالم دوست با ما گشته است، وحدتی خلق جهان را گم مکن. رسم خوبی تاجکان را گم مکن. تشکر. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. بله دوستان، درود میگوییم و ادامه میبخشیم به این رسم و آیین اجدادی خود و همین حالا در همین شام منیر، در همین شام با صفا برنامه خاطره ها را باز هم منظورتان میسازیم. و خیلی درک کردید بیننده ذکی و نکته سنج، ما امروز از موسیقی سنتی خواهیم گفت، از مقام خواهیم سرود، از ژانری که برامون میراث مانده است و ما به واسطه افتخار میکنیم خواهیم گفت. البته سرود نفر بازخوانی خواهد شد که ما میتوانیم او را ابرمرد راه سند گوییم، بلبلی ژانر مقام گوییم و از بین هزاران یکی است گوییم هم خطا نمیکنیم، زیرا این نفر استاد گرامی قدر ما هنرپیشه خلقی عبدالجلیل هاشموف می باشند. و برای به این هدف رسیدن باشد روبروی خود چهره های آشنا را می بینیم، هنرمندان بسیار خوش سلیقه، بسیار خوش صدا و خوش ادا، مطربان خوش ادا، اینچنین هنرمندان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رحیمزاده تاجدین و اینچنین جلالزاده عبدولی. خوش آمدید. شام شما بخیر باشد. تشکر. شروع کردیم از سرود دوستان را گم مکن که به واسطه آهنگ عبدالجلیل هاشموف می باشد، شعر از استاد میرزا ترسونزاده. و باز میدانیم که این سرود یک قصه به خود خیلی خاص را دارد و بسیار رمزی بود که ما با همین سرود آغاز کردیم برنامه را. خیلی شنیدیم این اولین سرود است که شما محض از زبان استاد عبدالجلیل هاشموف آموختید و با راهنمایی همین کس وارد شدید به عالم صنعت. البته استاد عبدالجلیل هاشموف وقتی که من به دانشکده صنعت داخل شدم، یعنی که سرود یاد از خود کردم من از استاد عبدالجلیل هاشموف، از همین سرود دوستان را گم مکن استاد به من همین سرود رو یاد دادم و یک چند سرود یاد دادم. با همین سرودها
من به دانشکده صنعت داخل شدم. یعنی از اینجا ما فهمیده میتونیم که شما زادگان یک دهه هستید، البته یک مکان هستید و به واسطه با گوش کردن سرودهای ایشان به وایه رسیدید، تربیت یافتید و به واسطه مهر صنعت در دل شما محض با آواز همین نفر جای شد. البته وقتی که خردسال بودم استاد وقتی که از پایتخت میرفتم به دهه در مرکه اشتراک میکردم و من از خردی آرزو میکردم که میگفتم به مانند استاد هنرمند شوم که هنرمند اصیلی سرودخوان شش مقام کلاسیکی. همین آرزوها رو من داشتم و به من میسر گردید همین روزها که آمدم بنا استاد مرا دستگیری کردم و صنعت مقام خوانی رو به من به پورگی از خود کناندن. از سرچشمه ها دریافتین سال 1944 تولید یافتند در دهه خستیورس ولایت سوخ. این را ببینید که علاقه سال 1963 در یکی از محفل ها سرود اشاق سمرقند را اجرا کردند. با دعوت رئیس همان وقته کمیته تلویزیون و رادیو واحد شریفوف دعوت شدند به دوشنبه آمدند. البته با رازیگی پدر و مادرشان، یعنی هنوز خیلی جوان بودند، نورس بودند، ولی علاقه از عهده اجرای همین ژانر بسیار بزرگ و بسیار دشوار به خوبی میبرآمدند. یعنی استعدادی ناتکرار دارند. این را علاقه در همان دوره درک کرده بودند، خصوصا استادانشان. بید یادرس شوید از همان دوره چون شما نیز زیر دست این استاد تحصیل گرفتید، راهنمایی یافتید. تشکر زیاد. واقعا هم من قریب که با استاد عبدالجلیل هاشموف طول 27 سال است که کار میکنیم. آموختیم از استاد نازکی های ژانر موسیقی سنتی شش مقام رو. سال 1995 آمدم و دانشکده. من شاگرد حاجی مظفر محیدینوف هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان هستم و همچنین به حیث مطرب با استاد مظفر محیدینوف کار میکردم و روزهایی میشتند که استادم شاید نمیتونستم با این یا اون کار نمیتونستم و از استاد عبدالجلیل هاشموف سبق میگرفتم. و اینا ببینید که استاد که طول 27 سال است که هم ما از استاد نازکی های این موسیقی سنتی را آموختیم، هم در زندگی همون در کار و پیکار و پیرهای عموما در ایجاد هنر از استاد بسیار آداب و معرفت و طرز گفتار و رفتار را از استاد آموختیم. استاد یک خصلت خیلی خوب دارن. هر باری که هر جای نشینیم فقط نصیحت میکنن و هر سخنشان رو با شاهبیت آغاز میکنن. هر جایی که نشینیم در هر یک محفلی که باشد با یک سخنهای نمکین و با یک لطیفه های نمکین. اینجا همه قریب که آگاه هستن، همه میدونن پیش از کار که آغاز میکنن اول لطیفه میگوین، یک هزلای نمکین میکنن، باز یک شاهبیت های خیلی واقعا هم والا میگن و پس باز صحبت رو ادامه میدن. میتونم باید گویم که با استاد چقدر هم درس آموختم، باز با مرور زمان خود آموزگار شدم، با استاد همکاری کردیم. از استاد هرچی که باز من با دانشجویان می آموختم، هر جایی که رو من نمیتونستم باز میرفتم از استادان، یعنی که از استاد عبدالجلیل هاشموف پرسان میشدم با ما کمک میکردند. حالا در استانه قریب که 80 سالگی رفته ایستادن. حالا هم ببینید اگر دلشان جوان است، بله، با تمام کودکان و با نورس و با کلانسال و با پیرانسالون همین خیلی مناسبت میکنه. همین کودک با کودک هم خیلی مناسبت میکنند که میگوید که با همون کودک دوست و رفیق باشه. با کلانسالون همین گونه، با پیرانسالون محفل‌ها هستند، کوشش میکنن که محفل رو گرم سازن. همه نمیدونم با خودشون همون اودیتور، همون محیطی که در اطرافشون هست همون رو افسون میکنن با سخن‌های نمکینشون، با یک هزل‌هایی که دارن، یک خنده‌هایی دارن با خودشون زیبنده. بسیار بسیار ما خرسند هستیم که با استاد همکاری داریم، از استاد سبق گرفتیم. میدونید همه اون سخن‌هایی که، همه اون تعریف‌هایی که و صفاتی که درباره استاد گفتید، ما هم همه این چیز رو کم کمی آگاه هستیم.
گواه هستیم، زیرا پیش از شروع ثبت تماس گرفتیم، طریق تلفن هم صحبت گشتیم و این چیز رو درک کردیم، صمیمیت ایشان رو، خوش سخنی ایشان رو، پاکتینتی، نیکسیریشتی ایشان رو. و چه خیلی گفتید سخن رو حتما از شاه بیت شروع میکنن، این از آن درک میدهد که بسیار میخونند. خیلی زیاد مطالعه میکنم. درست. بله، مطالعه زیاد دارند و از زبان شاگردانشان ما شنیدیم که در خانه خود کتابخانه هم دارند. ظرافگو که هستند، این از پاکتینتی و نیکسیریشتیشان دلالت میدهد. بله بله، واقعا. یعنی خاکسار هستند. بله بله. و خوش سخن هستند و البته باور داریم که وقتی که استاد همین گونه فطرت دارد، همین گونه خصلت دارد، حتما که شاگرد بهره‌ور میگردد و دلیل این گفته ها رو، اثبات این گفته ها رو ما در چهره هر دوی شما میبینیم. نه تنها در چهره شما، در چهره تمام آن شاگردانی که استاد حق استادی دارند، تربیت کردند و حتی پیروانشان، شنوندگانشان، مخلصانشان هم بسیار آدمان عاقل و عارف هستند، چون بسیار متن‌های والا رو انتخاب میکنند، بسیار یک ترانه های ماندگار دارند، خیلی میگویند زیاده از 200 ترانه خودشان ایجاد کردند. بله؟ در انتخاب اگر متن گوییم، فکر میکنم نه هر هنرمند میتواند متن خوب رو پیشنهاد کند برای موسیقی، عموما پیشکش کند برای مطربان، با مطربان کار کردن. عبدالجلیل هاشمов استاد یک دید خیلی بلند دارند، ذوقی بلند دارند، فهمیش درک خیلی معنی بلند دارند. در انتخاب متن به سهلانکاری راه نمیدهند. هر متنی که انتخاب میکنن هم از جهت مضمون، هم از جهت عموما خوب وزن، از جهت مندرجه خیلی غزلای بهترین رو انتخاب میکنن. خود که نوازنده مطرب خوب هستند، اسبابای میزروبی رو خوب مینوازند، تنبور رو، دوتار رو خوب مینوازند. یعنی که نفر هنرمندی که نوازنده خوب است، من فکر میکنم که او هنرمندی است که در جوده پیش نموده خود، یعنی که در نمیماند و کوشش میکند که در برنامه و تحریزی برنامه خود، یعنی که در انتخاب متنشون، در انتخاب آهنگاشون، یعنی که موفق باشد. و یکی از موفق ترین هنرمند این عبدالجلیل هاشمov استاد هستند که واقعا هم ترانه هایی که اینقدر قریب زیاده از 100 سرود در خزینه طلایی رادیو ثبت کردند که امروز محفوظ است و امروز همگان ما شاگردان و پیشبرندهای این موسیقی نیاگان از اون ثبت ها استفاده میبریم، با دانشجویان درس میگوییم و همین است رسالت هنرمند حرفه‌ای و هنرمند کسبی. بله، درست گفتید. واقعا نه تنها یک صنعتکار موفق هستند، اینچنین صنعتکار مکمل هم هستند، زیرا در برابر آنها که آوازخوان می باشند، آهنگساز و نوازنده نیز، مطربی چیره دست نیز هستند و در گذاشتن پایه مکتب خود هیچگاه به صحف‌کاری و آسان روی راه ندادند، همیشه پیگیر صنعت اصیل بودند و همین گونه یک شخص حرفه‌ای مکمل موفق گردیدند امروزها بین دیگر هنرمندان. و حالا آن سروده که باز هم منظور بیننده میگردد با نام تاجیکستان که به واسطه آهنگ ایشان می باشد. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است، تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است، ذره خاکی عزیزش داروی جانی من است، ذره خاکی عزیزش داروی جانی من است، در بری گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگی کوه سارش تخت سامانی من است، تخت سنگی کوه سارش تخت سامانی من است. مصرهای رو
رودکی گنجینه گم گشتنیست مصرهای رودکی گنجینه گم گشتنیست شیری او هر پارتی لای ظرف شانی من است شیری او هر پارتی لای ظرف شانی من است لذتی شیری دری کی می رود از جان من اللهای مادری پر درد و ارمانی من است تاجیکستان رود با رو چشم سارش شایر است تاجیکستان رود با رو چشم سارت شایر است هر گیاهت شیر و هر سنگی تو جوانی من است هر گیاهت شیر و هر سنگی تو دیوانی من است تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است سپاس. خیلی میدونیم در متن‌های همین ژانر شش مقام که بیشتر عشق عرفان سروده می شود و عبدالجلیل هاشموف که در همین ژانر بیشتر سرود ایجاد کردند و سرود می خوانند در برابر عشق عرفان کردن اینچنین ترنم می کنند عشق وطن را و همین موسیقی که حالا برای بیننده دوباره بازخوانی کردید سروده که با نام تاجیکستان سروده شد افشاگری همین گفته های ماست البته و در بالا ما یادآور شدیم از آن که استاد چگونه درس میگذارند چگونه سبق میدهند به شاگردان خود اینچنین یادرس کردیدیم که چگونه یک شخص مهمان نواز و مهمان دوستدار هستند بیاید اکنون فرق بین چگونه مهمان نوازی ایشان را گوییم از آن که استادی میکردند یعنی مهماندار بودند چگونه در وقت دانشجوییم بسیار من رفت آمد میکردم اگر در یک هفته استاد خبر نگیرم استاد می اومدن گفته بیدرک شدی بیدرک شدی خوابگاه با گفته می اومدن که این عبدالولی کجا شد این رو ببینید که یک نفر هنرپیشه سرشناس کشور در همان دور و زمان و یک نفر دانشجو چگونه یک مناسبتی قوی و مهربان داشتند یک شخصی حلیم بودند دستگیر بودند و هدایت می نمودند با واسطه همین تربیت می کردند البته استاد در وقتی کار وقتی که با دانشجویان کار میکنن خیلی یک سختگیر هستند ولی از کار بیرون باشن اگر مثل برادر هستند مثل یک پدر هستند ولی در کار یک دو بار سه بار اگر همون مصرع سرود رو اگر یاد دهند به همون دانشجو به این یا آن شاگردشان اگر زود قبول نکنند تیز عصبی میشن ولی زود باز از دل میبرن همین یک خصلتی وای داشتن کینه‌گیر نیستن در برابر ها ببینید یعنی که در درس دیگرگونه است ولی در مهمانداری دیگرگونه است هر وقتی که مهمان می آید خونهشون اشک شادی میریزن که خانه من مهمان اومد درس خونهشون همیشه باز است همیشه میخوان که خاندانشون مهمان باشه حالا خوب در نفقه هستن دولت پیری میرونن هر باری که ما از پایتخت به خوجند سفر میکنیم حتما از استاد دیدن میکنیم حتما خانهشون میرویم مینشینیم صحبت ها میکنیم قصه ها میکنن اشکی شادی میریزن که شما از همین قدر راه دور اومده ما رو زیارت کردید ما رو خبر میگیرید این علاقه همان خاطره های بود که ما ورق زدیم دفتر یادهای خیش را در سالهایی که علاقه استاد در انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت داشتند یعنی از سال 1963 تا سال 1994 بیاید از فعالیت همون وقتینه این نفر یادرس شد خب واقعا وقتی که استاد رو دعوت کردن از خوب از دهات و پایتخت خوب جوانترین سراینده بودن وقتی که اومدن با دعوتی خوب استاد فضلین شهابوف در انسامبل که اومدن استاد با بقلکه فیض‌اللهیف شاهنظر صاحبوف نیریو امینوف برنا ایساق بودن یعنی ببینید در حوزه علاقه این مکتب‌هایی بودن که حوزه بودن که اینو استادایی که تجربه واقعا هم در موسیقی سنتی کسبی یعنی که شش مقام
علاقه هنری بالا داشتن، استادایی بودن که تجربه خیلی بوی قوی داشتن. بعدا باز استادان مظفر محیدینوف اومدن، خب علی جان سالیف اومدن، نومان جان تشتمیروف اومدن، خب ناصر جان عزیزوف، حاتم پولادوف و ببینید یعنی که انسامبل پورا شد. و در همین دوران یعنی که از سال 63 که تو این سال 1994 کار میکردن، در همین مدت علاقه 3 فستیوال بین المللی، فستیوال سیمپوزیوم بین المللی در شهر سمرقند شده گذشت و به واسطه اشتراکچی همین 3 آزمون بودن که یکی سال 1978، دیگری سال 1983 و سومین سیمپوزیوم بین المللی که در شهر سمرقند هر سهش برگزار گردیده بود سال 1988 که به واسطه استاد ابوجلیل هاشمی در اینجا یعنی که سهم خود رو داشتن، شرکت داشتن و استاد چون ما از خاطرها ورقگردان میکنیم و ثبت ها رو گوش میکنیم، در بین همون قدر سرندهایی که میسرایند خب صدایشون صدای تنر کلاسیکا یعنی که صدای بلندترین صدا رو دارن و هر باری که ما فیته ها رو میگیریم گوش میکنیم صدای استاد ابوجلیل هاشمی برعلا حس کرده میشه و هر جایی که صداهایی که بلند هست در موسیقی خوب اوج میگن، نمود میبیاد، خوب اصلا اوج میبیاد. فقط تنها استاد ابوجلیل هاشمی با نومان جان تشتمیروف میگرفتن، برعلا حس کرده میشد که علاقه چون جوان بودن و یک صدای واقعا هم صدای آهنین دارن و تا حال همین گونه آوازشان قوی است. حالا هم من نو با سین سالشون که امروزها من با سین مبارک 80 رفته ایستادن، در این یا اون چاربینی ها اگر بیان هر باری که ما هنرمندان جوان ها هستن همه پرسان میشد که استاد یک 4 مصرع برای ما زمزمه کنه. بله. ما اگر با اسبابای برقی و با میکروفون اگر زمزمه کنیم استاد از همون تالار نشسته یک صدا بلند میکند، باور میکنید صدا همین تالار اینقدر کف میکنه برای همین 4 مصرعی که استاد میخونه و بدون بلندگویی نو با سین سالشون همین قدر اینقدر صدا این ببینید از یک اکتاو تا 2 قریب اکتاو ری می صدای وای دارن قوی دارن که باور کنید همه در حیرت میموند که ببینید استادی که واقعا هم سین سالشون به جای رسیده و با اینقدر صدا و اینقدر خاطره مستحکم دارن. ما جوانان یک سرود رو شاید زود فراموش میکنیم ولی استاد در برابری که صدای گیرو دارن باز خاطره مستحکم دارن، خاطره قوی دارن که همین شعر رو هر چقدری که میخوانن هم اومدن میگیرن، همون شعر ویردی زبانشون چرخ میزند همون رو زمزمه میکنند با خاطر میارن. برای همین از اینجا من باید گویم که استاد نقش استاد، هنری استاد من در انسامبل 6 مقام خیلی باریز است، خیلی نظررس است و میتونم باید گویم که علاقه توانستن در صنعت موسیقی سنتی یعنی که خاصه 6 مقام سبک و اسلوب خود رو گذاشته و نقش خودشون رو یعنی که گذاشته باشند. نابسته از آنه که حالا در سینی برکمالی هستند واقعا یک آواز قوی دارند، اوجهای بلند را میگیرند. تقریبا 4-5 سال مهمان سفینه هم بودند که تا هنوز آوازه آوایشان در خاطره های ما مونده است. تا هنوز هم از آن قصه میکنیم که چگونه استاد با یک آوازی مخملین اوج را گرفته بودند و سرود خوانده بودند بهرمان. یک موزیکی شما را قید کنم، هنرمندا اکثرتشون ما مثال اگر سرود رو از نوت لا سر کنیم استاد از اوج ما سر میکنن، سرودشون رو از اوج ما سر میکنن. اوج ما اگر خوب لا یا کی سول برابر اگر ویژگی استاد در همین است که یعنی که برتری استاد یعنی که در همین است از دیگر هنرمندا همین خیلی برتری دارن که وقتی که میسرن آغاز سرودشون علاقه از اوج هنرمندایی که اکثرتشون میخونن از اوج همون هنرمندا سرشوی آغاز سرودشون از همون چیز است. این صدا رو مثال استاد اولین بابویف داشتن که واقعا هم صدای گیرو بودن. برای همین این یک ویژگی، یک برتری و یک خوبی هنری استاد است. خیلی گفتیم باز هم استادانشان از قبیل فضلالدین شهابوف، باباقل فیض‌اللهیف و شاهنظر صایبوف که می باشند. در بین همه این استادان تنبور استاد فضلالدین شهابوف در دست استاد می باشد. بله و فرزندخان هم برای خود قبول کردند. بله خطا نمی‌کنید؟ البته وقتی که
یک جای می نشستیم سرود وقتی که سرود از خود میکردم سرود یاد میدادم در وقت تنفس از قصه های خودشون به من نقل میکردم میگفتم همین تنبور خونشون با موندگی بدم میگفتم که همین تنبور میدونید عبدالله حکیم من میگفتم از اون فضلین شاه بود بعد تاریخش من گفتم که وقتی که من کار میکردم همراه خانه استاد بسیار میرفتم چه که شما خانه من به می اومده میبید منم همیشه استاد میرفتم برای همین من شما گفته میرم که برای چی اومده گفته استاد از من بسیار پرسان میشدن یک روز گفتم شته بودم همسری فضلین شاه شته بودم من گفتم که همین چه میشد که همین تنبورشون استاد من به میداده باشن یا که میفروخته باشن که من همین خرم من به معقول بعد کارخانه ما اومدم من گفتم همین که آوردن یک روز کارخانه با همین انسامبل آوردن تنبور آوردن گفتن که پیش همکارا با عبدالجلیل این تنبور من تو آوردم این تنبور من به تو تحفه از من خاطره همین تنبور برای تو خب هم تنبور چی بهترین شاه گفته به من تحفه کردم گفته من به همین سپاریدم رو گفتن همین قصه که از استادشون گرفتم به من نقل کرده بودم خاطره آورد خب بهترین و با همون تنبور شما یگان سرود اجرا کرده اید؟ به دست گرفته اید آن تنبور رو؟ وقتی که هم وقتی میرفتم خونهشون هم تنبور من به یاد میدادم کم کم بازی خمین آوردیم. تشکر برای قصه های جالب خاطره های نکو و در ادامه همین خاطره ها که ناگفته ها خیلی زیاد است بیایید سراول منظور بیننده میگردانیم سرود را با نام نظاره دارد و سان باز هم سری سفره خاطره ها برمیگرده. برکی به من نظاره دارد دو دیده پر شراره دارد دل برکی به من نظاره دارد دو دیده پر شراره دارد چشمانی سیاهی آبیش را از چشمی بدان نگاه دارد چشمانی سیاهی آبیش را از چشمی بدان نگاه دارد دل بر رخی دل فریب دارد درد و بری رو دوستیب دارد دل داده سرخ روی ما را از روح سیاهان نگاه دارد دل داده سرخ روی ما را از روح سیاهان نگاه دارد بر دلی خوب بار دارد در سینه خود بهار دارد من بنده زلف و کاکلانم من شیفته لب و دهانم با این دهان لبان شیرین از بد دهانم نگاه دارد با این دهان لبان شیرین از بد دهانم نگاه دارد دل برکی به من نظاره دارد دو دیده پر شراره دارد دو دیده پر شراره دارد آوازتان خسته نباشد سلامت باشید تشکر رحمت تشکر
و چخله میدونیم سال 1994 صاحب گردیدند به عنوان هنرپیشه خلقی. پس از این باشد سال 2005 صاحب گردیدند به عنوان پروفسور، یعنی در برابر آوازخوان و آهنگساز بودند، عالم ساحه صنعت گردیدند و یک مکتب بسیار بزرگ را بنیاد کردند. خیلی گفتید آوازی پرقوت دارند و باور دارم که اجرای بازخوانی کردن سرودهایشان هم کمی دشوار است. در برابر شما که پیروی همین مکتب هستید، باز که هایند امروز دوام دهنده همین مکتب؟ در خاندان استاد قریب که همشان هنرمند هستند. یک جانشان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شاهده بانو هاشیمووا هستند. قریب که همه پیوندانشان هنرمند هستند. شاید از منشأ گرفتند از استاد عبدالجلیل هاشیموف الهام گرفتند. قریب که همه عمکویشان، پسر عمکویشان، خودشان در عائله هنرمند صنعتکار به وای رسیدند و قریب که همه اینا از سبک و اسلوب استاد با خبر هستند، با سبک و اسلوب استاد میسرند. هنرمندا خیلی زیاد هستند ولی نه هر هنرمند میتواند که به زودی خوب سبک و اسلوب خویش را پیدا سازد و استاد عبدالجلیل هاشیموف هنرمندی است که به واسطه سبک و اسلوب خاصه خویش را دارند، مکتب خاصه خود را دارند که امروزها چقدر شاگردان و پیروان خود را در این سمت یعنی که تربیت نموده و رشد کرده ایستادند. و موفقیت پیروانشان، شاگردانشان نیز به نظر می رسد. در چندین آزمون های اشتراک کردن، خصوصا در آزمون جمهوریوی که در شهر ایسترفشن سالهای پیشین برگزار گردیده بود، صاحب شاه جایزه ها گردیدند. و اینچنین خود استاد عبدالجلیل هاشیموف هم در عائله صنعتکار تولید یافتند، به وای رسیدند و دانش اولی موسیقی را باشد از پدرشان و برادر کلانیشان عبدالقادر هاشیموف گرفتند. بله درست. تمام صنعتکارانی که از دهه ما هستند پیروی استاد عبدالجلیل هاشیموف، عائله همین هاشیموف‌ها سبب شدن ما حافظ شدیم در همون دهه. یعنی که الهام بخش همون هنری اون پیروانی که امروز ادامه دارند. شاید سراییدن و سبک و اسلوب استاد به همینا یک تکان بود، یک الهام بخش بود که امروز همه قریب که پیروان، همه اون نفرایی که امروز چی خیلی در خستیورز باستانی خیلی هنرمندا خیلی زیاد هستند، چی از لحاظ مطربان و چی از سرنده ها خیلی زیاد هستند و همه اونا در زبانشان فقط نام استاد ویردی زبان میکنند و شکرانه میکنند که استاد از استاد چیزی بهره گرفته و از استاد یک چکامه، یک هنر، یک نوشه از موسیقی نیاگان از استاد گرفتند. استاد میگفتند که هر باری که میرفتیم در مرکه زیاد بودن و بیشتر استادان کوشش میکردن که پیش از استاد خوانند. برای اون که وقتی که استاد خوانند بعد از استاد خواندن ما یعنی معنی نداره. وقتی که استاد میخوانند با اون صدا و گیرا و جرانگاستی میخواندن الکای مفتون میکردن هم مرکه والا و شایدا میکردن، والا و شایدای شفته صدای خود میکردن. پس از استاد کسی نمیخواست که برآمد کرده باشه، خودشون قصه میکردن. ناحیه شهرنو رفتیم گفت اونجا استاد برنو اسحاق و هنرنمایی میکردن، خب نیرو امین هنرنمایی میکردن، حسین نصرالدین هنرنمایی میکردن. اونا کوشش میکردن که عبدالجلیل هاشیموف برآمد کنن. یعنی که نفرای استادایی بودن که استادایی که دلسوز بودن، میخواستن که شاگردان خود رو یعنی که در پرهایی که انتخاب نموده است یعنی که موفقیت بیارن برایشون. کوشش میکردن که در این یا اون چاره‌بینی فرهنگی میشدن، کوشش میکردن که برآمد کنند. از اونها الهام میگرفت، از اونها افتخار میکردن استادا که همین گونه شاگرد دارن. وقتی که عبدالجلیل هاشیموف در توی مرکه زمزمه میکردن باور کنید خودشون میگفتن که ما فکر نمیکردیم که آیا اسبابای برقی هست یا که یگون بلنگویک هست نیست. ما با همون تار و با همون آزاد زمزمه یک بزمی شاهانه میکردن. محبت مردم، صمیمیت مردم اینقدر زیاد بود که همین تل و تپه می نشستند. از زن کامپیرها سر کرده تا کودکو ذهن مانده گوش میکردن چی میخونن. اینقدر با صدا و گیرو و آهنین اینو همجور میشدن، هم صدا و هم نوا میشدن، میسرایدن. یک خصوصیت خصلت صدای این استادایی که پیشتر میخوندن همین شاید باشد که قوای برق نبود،
خوب بلندگویک نبود، همونو یعنی که داد میزدن، صدا بلند میکردن، کوشش میکردن صدا پردای خود رو درونن، کوشش میکردن که صدای خود رو با اون نفری که دور نشسته است به همونو رسونن. یعنی سماگیر باشد آوازشان، دنیاگیر باشد، سماگیر باشد، دور به فضا پرواز کنه صدای اونو. یعنی تنها به آواز خود، به قوه خود اعتماد داشتن و تکیه میکردن. بله واقعا انا ببینید یک بار اگر نظر اندازیم به سرندهای خوب پیش طرف 40-50 سال پیش اونو همین گونه میسراییدن، از همین خاطر صدای او گیرا و قوی بود. بله. و خیلی گفتید استادانشان همیشه کوشش میکردن تا اینکه یک دستگل بهر شنوندگان همون محفل پیشنهاد کنند. استاد عبدالجلیل هاشموف هنوز در دوره های جوانی، این از آن شباهت میدهد که هنوز از سن خردسالی این کس گلی سر سبدی محفل ها بودند و یک شهرت خاصه داشته بودند، پیدا کرده بودند که تا هنوز انا همین گونه باقی مانده است. و باز همین از آن شهادت میدهد که موسیقی در برابر جان بخش و روح بخش بودن اینچنین انگیزه میبخشد، اندیشه میبخشد شنونده رو. و هر نفری که هر سراینده، هر آوازخوان و آهنگسازی که همین گونه یک صنعت اصیل رو، حرفه‌ای رو پیشه خود کرده است و پیوسته مشقت میکشد و مهنت میکند، کوشش میکند، زحمت میکشد، حتما که شنونده خود را راهنمایی میکند به راه درست، تربیت بخشیده میتواند. و استاد هم در قطار همین گونه صنعتکاران هستند. بله بله. و باز هم گفتید که از مثلا آهنگ های ایشان، از سرودهای ایشان الهام گرفته مثلا امروز ما فعالیت داریم و کار میبریم، پیشه میبریم. امروز یگان سرود مثلا روی کار آمده است که پیروی کردید به استاد آهنگ های ایشان، ایجادیات ایشان. البته بسیار سرودهای استاد رو گوش کردم و از خود کردم، به خود الهام گرفته یک آهنگ ایجاد کردم در روی استاد عبدالجلیل هاشموف با همراهی دوست عزیزی من تاج‌دین جان یک سرود با نام نکوی فرزند ملت ایجاد کردیم. اگر اجازه دید ما با هم واقعا هم عبدالولی جلالوف نفری هست که جان سپرده و کوشش میکند که از ایجادیات استاد، یعنی که از سبک اسلوب، از مکتب، از سبک اسلوب استاد یک چیزی گرفته باشد و همین چیز است. ایجاد در ترانه ها و در سلسله ترانه‌ای که وقتی که ایجاد میکنید سرچشمه الهام است، یعنی که از یک کس منشأ میگیرد اون چیز. خوب عبدالولی جلالوف هر باری که هر کجایی که سفر میکنه حتما از استاد یک دو سرود باید زمزمه میکنن، کوشش میکنن که یعنی که استاد رو، یعنی که نام استاد رو بلند برند، با نیکی یاد میکنند استاد که مثال هم خیلی، یعنی توانستن در همون سلسله و یعنی که در بند و بست موسیقی استاد یک آهنگ خوبی رو ایجاد کردن. عبدالولی جلالوف که واقعا هم یک بوی ترانه های استاد هاشموف هستند، همون ترانه هایی که واقعا هم ماندگار هستند و کوشش کردن که یک سرود باشد با نام نکو فرزند ملت که ما هر دویمون این سرود رو در روزی شش مقام جشن شش مقام اجرا کردیم که خیلی از طرف تماشابینان خیلی یک بهای بلند هم گرفت و کفکوبی های زیاد هم کردن. من مرحمت اگر اومده باشم مطربان مرحمت. یعنی این همون سرودی در انتظار ماست که ما شروع از ابتدای برنامه انتظارش بودیم تا اینکه در هم نفسی یا در یک جایگی اجرا کنید. و باز هم خیلی گفتیم یک شاگرد فدایی استاد هستید، باور داریم که به دل مخلصان استاد و مخلصان خودتان رحم یابد. باز هم ما با صمیمیت قبول میکنیم، به دلها راه مییابد. تشکر. اینکو فرزندی ملت جاویدان باشی مدام پیشوای تاجیکانی سروری والا مقام
کرده مشهوری جهان فرهنگ و نامی تاجیکان تا به گردون ها برد ساز و نوایی شش مقام تا به گردون ها برد ساز و نوایی شش مقام صنعتی بالای ملت یافت شهرت در جهان کرده ای یا اوستا تا کتابی تاجیکان هم نوایی شش مقام هم ساز و آوازی فلک شادمان باشی همیشه پیشوای تاجیکان شادمان باشی همیشه پیشوای تاجیکان ای عزیزی تاجیکان ای قهرمانی نامور با تو داریم افتخاری سروری بالا و نظر بهر خلق و ملت خود صلح و وحدت آوری زنده باشی پیشوای مردمی صاحب ظفر اینک و فرزند ملت جاویدان باشی مدام تا به گردون ها برد ساز و نوای شش مقام شادمان باشی همیشه پیشوای سلامت و سربلند باشید. تشکر. ما باور داریم که این سرود نه تنها به دل بیننده، شنونده، تماشابین ما راه یافت، اینچنین پسندی خود استاد عبدالجلیل هاشموف کرده، چون در رویه سرودهای ایشان ایجاد شده است، تالیف شده است و ترنم گردید. بار دیگر سپاس میگویم. و ما بار دیگر شما را دوستان عزیز، مهمانان همیشگی برنامه‌های تلویزیونی سفینه خوش آمدید میگوییم به این استودیو، به استودیوی برنامه خاطره ها و به استاد عبدالجلیل هاشموف عمری پابرجا، دولت پیری را تمنا داریم و امیدواریم که باز هم رسالت استادیشان را ادامه میدهند و همین گونه نکو فرزندان ملت را تربیت می نمایند و وظیفه جانی شاگردان نکو فرزندان ملت که ادامه بخشیدن به چنین مکتب عبارت می باشد، باز هم خوبتر و قویتر می گردد. باری دیگر خوش آمدید دوستان عزیز. برایتان باز هم شام خاطرمان را تمنا می کنیم و اینجا برنامه خاطره ها را به اتمام می رسانیم. سلامت باشید.